سلام، غذای تو، دوای تو، دوای تو، غذای تو. امروز میخوام در مورد تغذیه سالم، خوردن و آشامیدن که یکی از اصول ششگانه سلامتی هست به شما آموزش بدیم و راهکار بدیم که بدن شما دچار آسیب نشه و تغذیه سالمی رو داشته باشید. دکتر سیها، طبیب سلامتی شما. چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید تا از بقیه آموزش‌های حرفه‌ای ما و تخصصی ما جا نمونید. 7 نوع از انواع غذاهایی هست که ما باید تو روزمره باهاش سر کار داریم و باید یا فاصله بگیریم یا بهش نزدیک بشیم. از این 7 نوع من 5 مدلشو 4 الی 5 نوعشو الان میگم خدمتتون، 2 الی 3 نوعشو ان شاءالله در آخر کلیپ میگم خدمت شما عزیزان. لطیف الغذا داریم. یعنی چی؟ یعنی غذایی که هضمش راحت هست و راحت هضم میشه، اعضا گوارش رو دچار اختلال نمی‌کنه. و دیگری کثیف الغذا داریم. چرا؟ نه اینکه غذا کثیف باشه، غذا یعنی اینکه میزان سختی و میزان انگار به هم چسبیدگی یا لزوجت این غذا اینقدر زیاد هست که هضم رو دچار اختلال میکنه و سخت میکنه که بعد میاد رو معده و گوارش اثر سو میذاره که همه ما میدونیم که معده رأس بیماری ها هست. اگر که معده رو آسیب بزنیم یعنی چی؟ یعنی بیماری ها به بدن ما شروع میکنه و بدن رو درگیر و دچار اختلال میکنه. و دیگری معتدل الغذا داریم. یعنی چی؟ یعنی غذایی که بدن رو اعتدال میکنه و باعث میشه که بدن اعضا تعدیل میشه. برای کسایی که طبع معتدل دارن کاربرد خیلی خوبی داره و فراوان داره و بدن رو تعدیل میکنه. و دیگری ما فاسد الغذا داریم. یعنی چی؟ یعنی این فاسد فقط جهت پر کردن معده است و موارد زائد فراوانی داره، هیچ مواردی که خوب و عالی و صالح تو این غذا نیست و به مقدار خیلی کمی داره. و دیگری صالح الغذا داریم. یعنی چی؟ یعنی این غذا صالح هست و به بدن آسیب نمیرسه و باعث میشه که بدن رو تعدیل میکنه و اینکه اون مزاج رو تغییر نمیده. هر مزاجی، صفرا، سودا، برقندم، هر مزاجی باشه رو تغییر نمیده. و 2 الی 3 مورد دیگه است که این رو من در آخر کلیپ میگم چون خیلی مهم هست که باید حتما اینو بدونیم. ببینید ما در تغذیه سالم یک مثلث سلامتی داریم. مواردی که خیلی تو روزمره ما ازش استفاده میکنیم تو بحث خوردن و آشامیدن و کاربرد داره، تو بحث خوردنی ها و آشامیدنی ها آب، نمک و روغن است. از این مثلث اگر که خارج شدیم بدن ما دچار آسیب میشه. یعنی که این مثلث سلامتی یعنی آب سالم، نمک سالم و روغن سالم. یعنی آبی که بدون باکتری، بدون فلوراید و بدون کلور باشه که بدن آسیب نرسه. حالا چون که این آب‌هایی که ما داریم مصرف می‌کنیم و همه حاوی این موارد هست، یک راهکار خیلی خوب به شما میدم که اون رو اجرا کنیم و این آب صالح و سالم رو داشته باشید. داخل یک ظرف یا داخل یک کوزه چند برگ ریحان بذاریم و داخلش آب بریزیم. این برگ ریحان به دلیل خواص اسانسی که داره و طبیعت گرم و تری که داره میاد اون باکتری، کلور و فلوراید که تو آب هست رو جذب خودش میکنه و این آب صالح و سالم میشه و میتونید از این آب استفاده کنید. و دیگری نمک هست. نمک یوددار رو حذف کردن. این نمکی دارین استفاده میکنید و دارین تهیه میکنید از حالا سوپرمارکت ها و جای دیگه و نمک دریای خوب نیست و نمک سنگ نیست و کبد چرب، مشکلات تغذیه ناسالم، مشکلات معدوی، گوارش و فشار خون الان خیلی زیاد شده و شایعه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نمک رو تغییر دادیم. نمک اصلی رو برنامه‌تون بذاریم. نمک‌هایی که خیلی عالی است، نمک‌هایی که الان هست مثل نمک آبی، نمک سفید، نمک صورتی، اینا و نمک دریا خیلی کاربرد داره. اینا خودش حاوی یود هست. اگر اینها به مقدار معمول مصرف بشه و کیفیت خیلی خوب باشه، دچار آسیب‌های روحی نمیشیم، دچار اختلالات گوارشی نمیشیم و کمکاری تیروید نداریم. الان خیلی شایع شده کسالت‌ها زیاد شده، خستگی‌های مفرط زیاد شده و عدم تحرک زیاد شده. چرا اینها؟ چون به خاطر اینکه نمک ما و تغذیه ما سالم نبوده و این اتفاقها افتاده. و دیگری روغن مصرفی است که من خیلی تاکید میکنم. گاهن شده که شما برین توی تعویض روغنی برای ماشینتون بگین که یک روغن ارزون بریز داخل این ماشین، نشده. شما زمانی که وارد اتو سرویس میشین و میخواین که به اون بنده خدایی که داره روغن ماشینتون عوض میکنه بهش میخوام بگین که روغن، میگین که یک روغن خیلی خوب بریز که با موتور ماشین من سازگار باشه و موتور ماشین من دچار اختلال نکنه. و اینکه اینو میگین و اون روغن رو میذارین و بهترین و بیشترین هزینه رو میکنین
که ماشینتون دچار آسیب نشه و موتورش خراب نشه. ولی زمانی که میخوایم روغن مصرفی خونه رو تهیه کنیم، میریم روغنی میگیریم که هم ارزان‌تر هست و میدونیم که چه روغنیه. این روغن اصلا خوب نیست، روغنی است که به حال دقیقاً از خود آفتابگردان نیست. این روغن پالم ترکیب داره و متاسفانه یک سری دیگه مشکل ایده هست که همه ما اینطور شده که ما فقط شکم رو پر کنیم و هیچ گونه برای سلامتیمون ارزش قائل نشیم. تغذیه خیلی مهمه که رعایت بشه، که روغن مصرفی روغن آفتابگردان طبیعی باشه که از خود مغز خود آفتابگردان باشه، روغن کنجد، روغن ارد کنجد، روغن زیتون بابو بیبو و موارد مثل روغن شحم و روغن‌های ظرفی استفاده میشه. دو مورد از اون انواع تغذیه هست که اون رو من در آخر میگم بهتون که خیلی مهمه، که اون بحث انگار راحت الهضم و سهل الهضم اینو گفتم خدمتتون. دو مورد خیلی مهم است که در رابطه تغذیه است که اون رو من در آخر میگم خدمت شما عزیزان. پس اصول سبک زندگی سالم، یکیش از همه خیلی مهمتر بود، این چی بود؟ اون بحث نگار خوردن و آشامیدن هست که در رابطه با خوردن ها. حالا من در رابطه آشامیدن خوردن که گفتم خدمتتون، آشامیدن چه شد؟ آشامیدن اون آبی که داریم میخوریم گفتم خدمتتون، و پرهیز کنین و این رو برای خودتون برای خانواده ممنوع کنین. شما که قرار بعدها طبیب حرفه‌ای خانواده باشین، نوشابه رو حذفش کنین از میان سفره هاتون و دلستر رو حذف کنین. اینها مواردی است که آسیب رسان هست. شما زمانی که دارین اسید وارد معده میکنین، با اون نوشابه خیلی کارا میشه انجام، میشه باش آتش خاموش کرد، میشه باش لاستیک ماشین تمیز کنین، این کارا میشه. و ما به اون میگیم کثیف الغذا. هضم رو سخت میکنه، میاد جداره معده رو آسیب میزنه، میاد تو گوارش دچار التهاب حالا روده بحث کلون ها رو آسیب میزنه، میاد حالت روده تحریک پذیر از چی حاصل شده؟ جدا از مبحث اضطراب و استرس که میاد رو روده تحریک پذیر اثر سو میده، یکیش همین خوردن نوشابه ها هست که اون برس پرسودایی میکنه، میاد رو بحث گفتم کلون ها تاثیر خیلی سو میذاره و بهش میگن کموی روده IBS ایجاد شده که متاسفانه اینها برای بدن آسیب رسان است. من یک نکته خیلی خوب میگم، کسایی که میخوان که حالا همراه با غذا که من شده، میتونی 1 رو 20 دقیقه بعد از غذا به عنوان یک نوشیدنی خیلی خوب باشه که هم گوارا باشه و هم بیاد رو بحث این که بیاد بدن رو غذایی که خوردین آنتی باکتریال کنه، اون غذا که بدن آسیب نرسه. یک شربت سرکنگبین عسلی هست. تا گرسنه نشدین سر سفره نشین، تا زمانی که کاملا سیر نشدین از سفره بلند شین. این خیلی کاربرد داره. حالا چه وقت غذا رو میل کنیم؟ ببینید بهترین زمانی که شما غذا رو بعد صبحانه رو میل کنیم، ما صبحانه شام رو گفتیم خدمتتون، اول صبح صبحانه رو بخوریم و اول شب شام رو میل کنیم، که میگن که بعد میگه که بهترین زمان خوردن انگار شام بعد از عشا است. واقعا درسته که میگن غذای شام دقیقاً بعد از عشا باید باشه. و صبحانه هم خب تا جایی که میدونیم بعد از نماز صبح میل کنیم که میشه بعد از صبح هستیم، بعد از طلوع فجر، که خیلی عالیه که برای بدن که بدن رو دچار آسیب نمیکنه و حتی مصلح و اصلاح هم برای بدن داره و بدن رو صالح میکنه. خب این موارد کامل و جامع که حالا اون دو موردی که قرار شد از انواع غذا بگم خدمتتون، یکی کثیرالغذا هست و یکی قلیل الغذا است. یعنی چی؟ کثیر میدونیم یعنی زیادی غذا، نه که زیاد خوردن، یعنی غذایی که انرژی فراوانی داره، یعنی این غذا اینقدر خوبه که جذب بالایی داره برای بدن و بدن رو دچار حالا اختلال نمیکنه و قوت میده به سیستم ایمنی بدن و بدن رو قوی میکنه، که انرژی خیلی بالایی داره. و دیگه قلیل الغذا است. یعنی چی؟ یعنی این غذا هیچ ارزش غذایی برای ما، هیچ ارزش انرژیزا، هیچ ارزشی که علاوه قوت و تقویت و سیستم ایمنی بدن تقویت کنه نداره، که این رو بهش میگن قلیل الغذا. این هیچ انرژی خاصی نداره و فقط جهت پر کردن شکم هست که ما بهش میگیم که اینها سودای بدن رو زیاد میکنه. یکیش مثل این خوردن فست فود ها، گوشت گوساله و گوشت گاو و مواردی از قبیل پیستانه که زیاد سعی کنیم که اینها رو از تغذیه‌تون حذفش کنیم. در خدمتتون هستیم. دکتر سیحا، طبیب سلامتی شما.